سلام علیکم. امروز 18 سپتامبر سال 2025 قرار داریم در نوحه جماعت بهوتی دادابای خلقطف در پلانتاسیا یعنی باغ پیستزاری فرهاد جان که این باغ رو ما 4 سال پیش آباد کردیم. من و منورکه من پشت تلفن ایستادگان و امروز ما دیده ایستادیم که یکی اولش پیسته میوه داده ایستاده است، ولی در بالا بودم من یک دانه پیسته یافته شکسته خوردم. به نهایت پیسته خوبی ترکی بود. اومده تماشا کردیم. من اینجا با اینجا با من دو دانه دیگه بستگی هر چم چینم من. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی ببینیم چخل شدگی است همین پیسته. انا من این مغزش پرشدگی لیکن افسوس از سببای چی باشد نمیدونم کمتر پوپنک زدگی واسه اینش رو میبینیم. اینش تازه آزاده. اینش رو میپرتویم. تمام شدگی؟ اینش کشوده شده است. منه کافی دست خودش دیدید. انا اوه این مغزه ببین. منه ببینید. از من اول خیلی نشون دادم. پیسته ترکی همین دیدید. 200 سومون است در بازار. من مغزش پرشدگی. با میشکنم مغزش رو. منه یعنی که همدیوران عزیز ما چی گفتنی هستیم و خله آخران آمده رسیدیم. پیسته ترکی در تاجیکستان میشده است، بست پره شد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نهایت مزه نقص پیسته بهترین. من از با میریم میکوبیم کنیم چند تا دیگه با میوبیم بستگی شو یا نه و بعد به شما باز باغ رو نشون میدیم. همجورا عزیز ما کم ترگشتیم. پیسته‌هایی که بهار ما دیده بودیم پیسته داشت، پیسته‌هاشون نیست، کارگرا خوردن. هواش شد. خلاصه گپ همه مهمش که ما یک دانه پیسته یافتیم نشون دادیم شدیم پره پخته است و با پره‌ای گفتم میتونم که ما اید با وارد نمودن به تاجیکستان نهال پیسته ترکی و پرورش آن و گرفتن حاصل غلبه به دست آوردیم ان شاء الله. و من بعد با دلی کشود علاقه میتونیم در منطقه ولایت سوخت، ولایت ختلان، دیگر ولایت ها به دو دلگی پیسته شنونده پیسته های ترکی رو پرورش کنیم چون که پیسته ترکی صفتا خوب است، قیمت است. اینه ببینید که علاقه قدیما 2 متر باشد، این 3 متر شدگی. این کمتر بود، اینقدر بود. خود ترک گفتگی بود که ترک پیسته پرور که در 20 روز آبتیت مشروعش سوس بود. بعد من فکر کرده همه جوابگرش رو به گردن خودم گرفتم، گفتم هر هفته 3 روز پس در تابستان آبتیت. من این زمین رو ببینید، زمین سنگی است. من سنگ است، همش سنگ است. و 3 روز پس آب دادن و گفتی من درست اومد. فکر من از فکری ترک درست اومد و در 1 سال 3 متر شد. اینجون این بست. من آوازی در پیشتان من چشیده دیدم. به نهایت پیسته نقص چی گفتنی هستم همجوران عزیز. پیسته ترکی نهالش در ترکیه قیمت شده است. خودی ما زنگ میزنیم یک تا نهالی که ما در 120 سومون میآوردیم همونجا 150 سومون شده است. سببش رو میپرسیم. سببش چیست؟ سببش سوریه و عراق، افغانستان تنجی شدن، همه پیسته کاری در گذشته است. حتی ارمنی ها و گرجی ها با پیسته کاری گذاشتند و با همسایه ترک هستند، همه خریده آورده سودی. ما دورتر هستیم. افغانستان با واسطه ایران میرود نزدیکک میبیورد. از همین سبب ترکان نرخ پیسته رو برداشتن. اگر ما نتونیم سال آوردن خیلی بخشش میپرسم که ما اگر قیمت باشد نمیبیوریم چون که خریدار ما در تاجیکستان قیمت نمیخرد. ما ممکن بعد رویم از ایران ارزانترش یافته بیوریم. ایران باشد و صفت با ایرانی است و هم کلان حجم است، خوب است، لیکن با صفت ترکی با مزه ترکی با نرخ پیسته ترکی نمیبراید هیچ وقت. من میگم دوران عزیز ما عذاب کشیده 4 سال با عهده خود گرفتیم. باور کنید اما وقتی که فرهاد جان این صاحب باغ فرهاد جان موزه نیست خودشون وقتی پیشنهاد کردیم دو دیله بودن ایستاده گفت که بخت توکل میکنیم. من گفتم یکی نشود چی 4 سال پس
این پولی کلان میستد آخه اینجا یه 5 گکتار می 7 گکتار می همش پیسته. گفت خواهی سوختیم انا که امروز شد که نسوخت فراجان برید. یعنی کدامی نمی ترسد در جمعیت نوترس است هوای می برد. کدامی من همین فرهاد نترسیدم من همین رسخود کرد ما آوردیم شنوندیم مسئلت ما اون بود که ما 4 سال نظارت میکنیم بعد از پیسته در بهره در آوردن میسپریم. من پیسته در بهره در آمد سال آینده به خود ما این رو میسپریم توکل به خدا با همین کس تحت نظارت ما بود. تاگه ببینید چقدر ما دویم نرم قدم ایستادیم آب رو تست دادیم. این همش گپای ما بود گفتهای ما بود که منم خیلی پیسته‌زار بنهایت با قوت شد. حاضر من تلفن رو گرفتم خودم با یک مرتبه نشون میدم هم دیوران عزیز و کدام نهال پیسته در کار است مراجعت کنید. ما ترکیه میریم نرخش رو معاین میکنیم. در ماه اکتبر خدا خواهد ترکیه رفتنی هستم. ما با طریق تلفنی علاقه گپ زده استودیم یک نرخ گفتگی هستن در همون ترکیه 150 سومون پیشنهاد کرده استودن. خلق ما که خریداری کردن نمیتوند ممکن نبیاریم لیکن ممکن بیاریم که این رو ببینیم چه خیلی میشود ما حاضر نشون میدم. منه واقعا دیدید این خیلی پیسته‌زار کی دارد در 5 دیدم این خیلی پیسته‌زار رو لیکن این خیلی نشونمو ندارد. این 5 خیلی 3 سال بیچاره به او بود نه او گذراند او قطرگی. این پیسته رو ببینید همش پیسته‌زار. این سال آینده یک راحت جان میشود این پیسته‌زارها. همداران عزیز مرحمت مراجعت کنید ما مصلحت میتیم پیسته میبیاریم خدا خواهد نهال پیسته کنی اگر نرخش درست آید در ترکیه ما میبیاریم تا که شما باغ‌های پیسته آباد کنید. باغ پیسته از همه بهترین باغ است. باغ سردرآمدترین است و در آینده های 10 ساله ها و 20 ساله ها و 1000 ساله ها با همه پشت و 7 8 9 10 پشت شما رفته میرسد. این اصلا خشک نمیشود این پیسته. من هم خیلی همداران عزیز در پناه خدا باشید. خدا نگهبانی شما باشد و کدام در کار باشد با من مراجعت نمایید.